درود شنوندگان عزیز، آخرین تفصیل خبرهای روز را مستقیما در برنامه طلوعات خبرهای روز روی موج رادیو مهاجر میشنوید. امروز پنجشنبه 17 سپتامبر 2020 سال است. بعد از ظهر امروز تفتیش یا به قول رید کارمندان پلیس مسکو در نزد بازار به نام معروف توپیستان، یک از مکانهای اساسی کار و فعالیت مهاجران خصوصا مهاجران تاجیکستانی می باشد صورت گرفت. خبر مذکور در صفحه گروه فیسبوکی میمیگرانت که از جانب حامی حقوق مهاجران والنتینا چوپی که اداره کرده می شود نشر کرده. در خبر درج می گردد که 50 نفر شهروندان تاجیکستان را کارمندان پلیس از نزد مترو توپیستان باز نموده باز داشته و نقلات مخصوص به شعبه پلیس منطقه اکادمی دستی بودند. هنگام صحبت با بخش خبری رادیو مهاجر، محمد صابرов یکی از حامیان حقوق مهاجران در مسکو درستی خبر مذکور را تصدیق نموده ابراز داشت که شماره بازداشت شده ها تخمینا 58 نفر می باشد که بنا به ارزیابی های پیشکی همه آنها شهروندان تاجیکستانند. در علاوه محمد صابرов قید داشت که در حال حاضر از وضعیت به عمل آمده خدمات کنسولگری سفارت جمهوری تاجیکستان در فدراسیون روسیه نیز آگاه می باشد و در یک جایگی سر حل این مسئله کار برده ایستاده. سبب‌های بازداشت مهاجران مهنتی خارجی به طور دسته‌جمعی از جانب ریاست ریاست وزارت کارهای داخلی روسیه به شهر مسکو چون همیشگی تا حالا شهر داده نشده است. در سنت پتربورگ یک شهروند جوان تاجیکستان را قطار زیر کرد. خبر می‌دهد وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه آید به حوزه فدرالی شمال غرب. قید کرده می‌شود که این حادثه در قطعه راه آهن لختانووی دریونیا در حدود ولایت لنینگراد به وقوع آمده است. یک زاده 16 ساله تاجیکستان راه آهن را در جای ناموافق عبور کرده است. نورس سیگنال راننده قطار را از سبب گوشمالک‌ها داشتنش نشان داده است. در نتیجه راننده قطار نتوانسته است قطار را سر وقت باز دارد و جوان را پخش می‌کند. گفته می‌شود که این جوان خوشبختانه زنده است اما مجروح شده و بستری بیمارستان گردیده است. از روی دلیل حادثه کارمندان مقامات حفظ حقوق سنجش را آغاز کردند. مرزهای بسته باعث نارسایی نیروی کاری در ساختمان‌های روسیه شده‌اند. گفته است معاون رئیس حکومت این کشور مراد خوسنولین. ورود نیروی کاری به روسیه از حساب مهاجران مهنتی از خارج نزدیک چین و کره صورت گرفت. از سبب پاندمی کرونا ویروس وارد شوی به فدراسیون روسیه خیلی محدود است، بنابراین در میدان ساختمان‌ها کارگران نمی‌رسند. در همین حال در روسیه همزمان سطح معین بیکاری باقی مانده است، بنابراین مردم باید برای اختصاص‌های ساختمان بازآموزی شوند، گفت معاون رئیس حکومت روسیه. اما مراد خوسنولین روشن کرد که نارسایی مهاجران مهنتی کاری در انشاءات‌ها به طور کلی تاثیر نمی‌رساند. طبق معلومات وزارت ساختمان روسیه در منطقه‌های روسیه 100,000 کارگران ساختمان نمی‌رسند. قبلا رئیس حکومت روسیه میخائیل میشوستین گفته بود که برای تشکیل جایهای کاری موقتی از جمله در بخش ساختمان بیش از 4 میلیارد روبل جدا میکنند. در همین حال طوری که یک تحقیقات جامعه شناسان و دموگراف‌های گروه تحقیقات مهاجرت و اتنیکی نشان داده است در از منظر بیکاری عمومی ساکنان محلی تا حالا نمیخواهند که در جایی که مهاجران کار میکردند کار را شروع کنند. ادامه خبرها. در مرز روسیه با قزاقستان طبق معلومات پیشکی تقریبا 3300 قرقیزستانی انتظار گشودن مرز بودند یا رفتن به وطن خود را دارند. گفته است سفیر قرقیزستان در روسیه الکبک جکشنکولوف و رسانه‌های قرقیزستان. با گفته او مهاجران در قلمروهای ولایت‌های اورنبورگ، سمارا و جمهوری باشقرقیزستان روسیه جاگیر شده‌اند. ما گفتگوشنی داریم قزاقستان در رابطه با گشودن مرزها تا حالا پاسخ نداده است، گفته است دیپلمات قرقیزستانی. در همین حال آنهایی که در راه مانده‌اند تقریبا هر روز با مقامات قرقیزستان مراجعت‌های ارسال می‌کنند و از آنها
خواهش میکنند که مسئله بازگشتشان به وطن را هرچه زودتر حل کنند. قزاقستان مرزهای زمینی خود را برای نقلیات مسافربر که بنابر پاندمی کرونا ویروس روی آمده بود بسته است که این باعث گردیده است صدها شهروندان جمهوری‌های بعدی که راه عبور زمینیشان توسط قزاقستان می‌گذرد در مرز این کشور درمانند. در همین حال مقامات روسیه خبر دادند که در ناحیه کلینسکی ولایت سمره 4282 مهاجر از ازبکستان در خیمه‌های موقتی زندگی دارند. آنها نیز می‌خواهند به ازبکستان برگردند اما بنا به دلیل بسته بودن مرزها و خانه‌هایشان در حال حاضر رفتن نمی‌توانند. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه قرقیزستان از آغاز پاندمی بیش از 25000 نفر شهروندان قرقیزستان با قطار پروازهای چارتری و اتوبوس‌های مسافرکش از 40 کشور جهان به قرقیزستان برگشتند. اکثر آنها شهروندان قرقیزستان میباشند که در نقطه‌های گوناگون فدراسیون روسیه کار و تحصیل می‌کردند. موضوع دیگر: پارلمان اتحادیه اروپا پس از به اتمام رسیدن مهلت فعلی ریاست الکساندر لوکاشنکو را به حیث پرزیدنت اعتراف نکرد و سانکسیون‌های شدید از جمله مالیوی ضد مینسک و اینچنین ضد شهروندان فدراسیون روسیه را که الکساندر لوکاشنکو را دستگیر کردند طلب نمود. در این باره قطعنامه‌ای که روز پنجشنبه از جانب پارلمان اتحادیه اروپا به بلاروس قبول گردیده است گفته می‌شود. قرارهای پارلمان اتحادیه اروپا خصوصیت توصیوی دارند و برای انجام آنها حتی از جانب مؤسسه‌های اتحادیه اروپا حتمی نیستند. پارلمان اروپا نتیجه های انتخابات را که روز 9 اوگوست در بلاروس برگزار گردید رد می‌کند و الکساندر لوکاشنکو را پس از به اتمام رسیدن مهلت فعلی پرزیدنت به حیث پرزیدنت این کشور دیگر اعتراف نمی‌کند گفته می‌شود در قطعنامه پارلمان اتحادیه اروپا. پارلمان اروپا اینچنین از اتحادیه اروپا درخواست کرده است که همگونه انتقال مبلغ‌ها به مینسک را قطع کنند و دادن قرض‌ها را به بلاروس به طور کاملا از بین ببرند. در یک روز گذشته در تاجیکستان 43 حالت نو سرایت کووید 19 آشکار کرده شد که شماره عمومی سرایت یافتگان کرونا ویروس نو در دوره از 3 اپریل تا 7 سپتامبر به 9214 نفر رسید. خبر می‌دهد اگنتی ملی اطلاعات تاجیکستان خبر با استناد به مرکز مطبوعات وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. طبق اطلاع منبع امروز در کشور 7988 نفر یا 86.10% سرایت یافتگان از این بیماری شفا یافتند. در این زمان 73 نفر از کووید 19 حال دیدند. در دوام روز گذشته 103 نفر تحت نظارت طبیبان با این بیماری گمانبر دانسته شدند که 47 نفر آنها پس از طبابت رخصت شدند. علاوه کرده می شود در خبر. شما تفصیل آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را مستقیما روی موج رادیو مهاجر شنیدید. سلامت باشید.